Ака? Зулайхо, این از زمان در کجا است؟ 1 سال میشد در روسیه. خبرش نیست، زنگم نمیزنه. زنکای همسایه گفتن که شوهرت زنگ گرفته است. امیدت رو کن. 1 سال؟ شما چی خوردید؟ شما چی کار کردید؟ زندگی رو چی خیلی بردید؟ همه چیزهای خونه رو فروختم چون که یکجان مجبور بودم. برای چی با من زنگ نزدی؟ اکا جان، شوهرم چه خیلی که خودت میدونی همراه شما جنگ کرده بود. من فکر کردم شما دیگر همراه ما گپ نمیزنید. تو خطا میکنی خواهرم. تو جان و جگری مایی. تو خونی مایی. من هیچ وقت اینطور فکر نمیکردم. من گفتم در زندگی شما یگان پرابلم نکنم. برای همین دیگر نامدم. لیکن خواهرم تو زیخ نشو. یک روز نه یک روز پیدا می شود. باز خنده با لبت هویدا می شود. صبر کن خواهرم. الله آدمی با صبر رو دوست می دارد. راستش رو گویم زولایخو، کارهای من بیزیب شد. مرا از جای کارم روان کردن. جواب دادن. پولی اجاره رو هم داده نتوانستم و با مشکلی های زیاد روبرو شدم. راستش در کوچه موندم و با نزد تو آمدم که در اینجا یگان جای کار یابم، کمتر خودم رو گیرم و کوشش کنم که هم کمک به خودم هم به تو رسانم. اکا جان، این خیل نگوید. در من همیشه برای شما باز است.
مریم گیر خوب یک قرشی نمیکند آخیر من چه خیلی سر کنم نام کم ما عادت کرده سر بشن تو رنگور عادت نکنیم دیخ نشم مریم این از تو اینم از تو این نونی مرا خور و کمتر از کار دیر کرده سودم کار میرم مایلش خور من دیر میکنم مایل شما خوردن گیره من میرم خور مرم نیافتین کارکا این روزم روزی من نبوده است نیافتم کار خیلی زیغ نشه نالی میابین نکن جای کاری نقص روزای خوب ای پیش انا با زندگی اونها خوش خورسند اومد گذشت اما زندگی وایها زور بوده است بله به این گپت چی گفتنی هستی؟ زندگی ما هم خوش و خورسنده نشده باشد البته میشود البته دادا من فهمیدم که پیسه همسایه را با اینترنت برده پرداخته از چشم بعد چی شد؟ با شما هم از دسته بپویی مرا برده نپرداخته در آنجا هیچ کس نیست که با من قصه نقل کند نه مریم من هیچ وقت این طور نمیکنم و این طور فکر نکن خوب Yangi puli svet omadam. آقا جان کمتر دیگه طاقت کنین Oqi yangi omadam. Nimkola dode. Imo вообще dodani neste. Yo svet onam buram. نه Shavhartun da zang zaned. شوهرم یک سال شد در مسکو نه خط پای نه خبره نه زنگ میزنه Yanga yaroyi diga dora. چی رو؟ Haydar dar omade, dara mahkam karde va mefahme. این چه گپ زنی؟ تز دف شو از نزدی درم
مشکلم اکا شما کاری نبیفتین؟ میدونی از روی اختصاصم کار یافتم دیپلم به کار اومد و پیشکی اویلکو را داد لباس هم دیگه شد مرحمت یگان چیکون خورین گیر یانگام شو ای یانگام شو پلیس بدم نتیم بدونید چی میشوم چی میشوه؟ چی میشوه؟ اینجا بیا میدونی که وقت نداری اینجا برای مثل رو گیر گوش کن تو به اجازت کی خونه در اومدی؟ وقتی پول سپوری آمد ما رفته در بورسویت میسپوریم دیگه در اینجا من تو نبینم خب اینجا اینجا است لک رفیقم اومده کردم بخشش تاجیکستان در بود صدقه مرده؟
فهمیدیم؟ من به تو گفتم که به خونه پدر و مادرت به ناحیه‌های دوردست نمیرم. زنه گپی گفته من تو دا گفتم کو من خودم در نمی گلبته خونه دارم خونه در خودم و تو را میبرم حاجی همه قیکی او گلبته دا من کوارتیره انچیناندگیم آدم را حاجی وار رفته فهموندن در کار ای کوارتیره برووردن در کار تو همون وقت خمانال ایجاد یک تا او با قول روسا سوتوچنی میگن کو یک تا سوتوچنی میگیریم زندگی کدام میگیرن تو در کوارتیرانتای ما خستانه خستان تمام پروانه که تو رفتن زنگوی تو پروانه که تو هم قدیم باش تمام همش حالا هم بچه ما مرده کمی کوبت رو تماشا کن نخورد میشوه خب بریم نده میشوه ها؟ بریم نیده میشوه درو تماشا کن الو 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 کیه شما گپ زنین؟ الو مرده؟ آها بیا تجربه بود بیسورشته بجا هیچ جو گپ نزدستم من سیم کارتای نو ما سنجیدستم که گودوگ میره یا که نه همه کافت و شور کردستم مرده؟ آقاد کنم؟ خیلی آقاد که خیلی ایره آمدیم و خیلی آقاد که بیا کل شتی های بیره زکاس کنم زکاس میکنی؟ آوه مانا ای زنک و همون رو اوقات به دست نمیکنی اوقاتی که به دست میکنی رو به مزه میویا الو بله مایلش فهمیدم مایلش خیر الو 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 گپ زنن آخه کیه شما؟ الو کی باشه؟ یک نومری دمش میزنن نومری خونگی؟ بله کنی ببینم من این رقم ها رو میگیرم و میفهمم کی باشد
پورت رو کردن. الو عظیم همه خوب سوز در یادت هست گفته بودی که یک شناس دارم در جای تلفن ها کار میکرده است. بله یک خدمت کن یک رقم رو به SMS روان میکنم یک بین که سراغش کجا باشد رقم های خونگی تلفن. بله مایلش بسیار میندار میشم همین کار رو بود کن مایلش خیر. خیلی موقع بسیار نمیستم. همین 2 روز یا 2.5 روز نه شلوکی گشتم یا پدر و مادر خبر بگیریم آمادگیمون نرفتیم. نه دوی پدر و مادرم میگیرم و برات گشتم میام. تو خطا احتیاط کن بهوده گردی نکن. اون مسکو بود اینجا که تاجیکستان های. مایلش پدر و مادرتون خیلی سلامت ترک کردنشون. مایل. مایل. زولایخو چقدر خورسندی؟ چی شد؟ شوهرم آمده که دوست مراد اومد؟ بله کی اومد؟ سر 1 سال بعد از رفتن شما. فهمو بیا که بدرو خونه بدرو. یک وقتایی بود که من و تو هیچ وقت همدیگری رو نمیفهمیدیم. بینمون نافهمیات زیاد بر زیاد بود. فکر میکنم که من تماما دیگه آدم شدم. و تو هم دیگر آدم شد. دوست چی خیلی که میگوین وقت همه چیز رو تب و بد میکنن. بله دوست میشه. دوست میشه.
من دیر کرده ایستادم. با کار میروم. با شما با اشتیای توم. مایلش. مایلش اکا. مایل. زمان این برادر تو مهمونی آمده یا که یه عمر در خونه ما میستد. مردک اکم با مشکلی زندگی بسیار روبرو شد. کم در کارهایش شود می رود. برای چی مردک؟ برای شما یگان کاری بد کرده؟ ایقاب می خواهیم که روه؟ نه هم تو پرسیدم. نه همه خوب است. خب یاد افته خب لبای در کجایی؟ از یک جای جمعیتی ده. از اینجا که برو آمدم حتما با تو زنگ میزنم. کمی یا خونه؟ مایلش خیر. خب خودم زنگ میزنم. خب بازی کنید. الو سازی ازی اما خوب یفتی زور خی با اسمس ما در روان میکنی مالی خی ما میندور حتما حوزی روان کن با من سخت ضرور بله مایلش خی چوکا که یگون خدمت بود چی مسئله خاطر اومدین که اینجا شما اینجا کار میکنین که ما ادمنسترات هم دوم که کوارتیر با جورا میتونم ادمنستراتور یگون مسئله که باشه یگون کوارتیر در کارتون نه کوارتیر در کار نیست و ما اینجا برای یک کار اومدم اگر می ادمنستراتور همین دوم باشین همینجا یکم اتاج دست چپ ده اما سراغ را به من دادن یک چند بار با رقم های مو زنگ زده سخن نمیکرد گپ نمیزد آدرس را فهمیده اومدم که فهمم کی باشد هم بودم دستی چپ بود یا کی راست دستی چپ دست چپ رو علاقه ما با جورا دادیم چند قشو یک هفته شد یک هفته پیش ها یک هفته شد اگر نه همون یک هفته پیش با مو زنگ زدن سر کرده بودن
برادر خدمت کن. معلم گپ نیست که همون کسی در همونجا زندگی میکند اگر نامش یا فامیلش رو میگفتی بسیار خوب میشد. من با خودم میفهمیدم کی باشد. راست دیگه ما شرط ما بسته بودیم. با همون شرط ما بستگی؟ بله. خیلی میگفتی؟ همون فامیلش هست دوست مراد با امراد بودم که میداشتیم. دوست مراد با امراد بود. مراد؟ وای خودش توقع بود یا اینکه یا اون کس کتی؟ با همراه همسرش بود. وای فرزند داشتن یا نه؟ نه فرزند نداشتن. ای برای خدمت رو رحمت کلام. سلامت باشه که یکم خدمتش بیان که یکم جورا در کوچه رو خونه لازم باشد بیان اینجا ما میدیم. مالش یکم خدمت شد حتما با تو زنگ میزنم و میویم. و یک گپ دیگر برای زنگ زدن با همون پیجورشینو یکم گپ نزن. مالش گپ بین خودمون مونه. مالی گپ نیست که ندار. سلامت باشه. مالش دوست من با تو گپ دارم. چی گپ داشتی؟ من میدونم همش رو. چی رو تو میدونی؟ من میدونم که تو با معشوقت در کوارتیر زندگی میکنی و کم کم پیش او میروی. تو از کجا میدونی؟ کی با تو گفت؟ پیش از آمدنت به این خونه کمتر زنگ میزدی. من نمیفهمیدم ممکن. رجب فهمیدم. راستی گپ رو گویم تو هم مرد بچه هستی. وایم زنی من است. زنی دویومم. با چی با زولایخو نگفتی؟ از اول آمدم. تو زندگی درویگی کرده ایستاده میدونی همین رو؟ رجب من نمیخواهم که زولایخو فهمد و زیغ شود. چی در کار خود؟ چی لازم در زندگی خانم خودم رو محبوبای خودم رو زیغ کنم؟ این هم زنم است، اون هم زنم. این زنی یکم و زنی دویم. هیچ گپ نه. تو با زولایخو میگفتی یکی تو رو میفهمید. زندگی پستی و بلندی ها دارد. لیکن این دروغگویی تو توخیره نمی رود. خیلی من کاری میکنم که نفهمد رجب. چی در کروخی؟ هر یک مرد به خودش یک سیر دارد. فهمیدنی وای در کار نیست. رجب تو خودت مرد بچه هستی. من رو فهم اخی. وای هم زنی من است. من این طور نمیتونم. گوش کن. با تو 2 روز وقت یا اینکه همش رو میگویی یا اینکه من خودم با زولایخو همش رو میفهمم. رجب و تو مردک هستی و من نمیخوام که زولایخو فهمد تو این کرونا میکنی. فهمیدی؟ من فکر میکردم تو تغییر یافتی، لیکن تو همون آدمی پیشینه هستی. رجب بسیار در عصبهایم بازی نکن. تو این کارا نمیکنی. فهمیدی؟ با تو 2 روز وقت میبینیم چی گپ میشود. رجب
راستی زولایخو تو رو هم به خانه پدر و مادرم بردنی بودم. به نهایت کارهایم بسیار. من رفته یک دوای پدر و مادرم رو میگیرم و از خفای کارهایم میشوم. کارهایم رو بود که کردم و البته یک جای به خانه پدر و مادرم هم میرم. خیلی کودک‌ها رو احتیاط کن. خب؟ مایلی روی سفید. مادر گفتم در طرفی گلبوتا خونه دارم با کایمین اونجا در اونجا آدم هنوزی چی خالی آدم؟ که وقتی که خیستم باید میریم مخی کیا آدم ها که که وقتی میرفتیم؟ راست دیگه پا بگم زمان بگو خفه نمیشه اینا نه راست دیگه پا بگم در اونجا زنم قطی کودکم های چی خالی زن؟ گفت تابدی زن من قطی کودکاش در خونه او چشه من جدا شدگیم آخی من ایره دروغ گفتم اگر تا دروغ نمیگفتم های مسکبه خطی من نمی اومدی درشنبه برای من من دروغ گفتم مرا ببخش من با یک شرط را میبخشم چخی؟ من یک شرط دارم با چی شرط؟ با شرطی که او را خونه رو نیم چخی ما اون رای خونه میرونم؟ من یک نقشه دارم دوست مراد کجا شد نیمی شب شد نه اومد دادم اومد چو کردید؟ اینو آویزون کن ها بچه جان چخی؟ نه ساز دختر جانی من جان جان کم شدن کارو بارها خوب همه تیچ چی باشه یک چای ریز ها دوست مراد اینقدر دیر کردی ها من از خفای هم کارو بارها بسیار خودت میدونی کو با فکرم از خفای زندگی دیگر بودی چه؟ زندگی دیگر؟ چی گفته است نکایا بردگاه؟ زندگی؟ نه گفتنی هم که از قفای کارهای دیگهش دوست مراد نه من در کارکوی بودم خودت میدونی که من کار کافته استودم مرده که من بیکار گشته نمیتواند حتما کار گفته است دست نروم بسیار کار گفته است دست بسیار رجب او تو دیگر کار نداری؟ فقط از پسی من همه صرفهای من رو فوش میکنی دوست مراد آدم مردک میشود من با تو وعده کردم که اگر بعد از 2 روز تو نگویی من کارم رو میکنم رجب مردی خیلی نمیشود
ака? هیچی زولایخو من با تو یک گپ گفتنی هستم باز چی شد؟ برای مسئله شوهرت دوست مراد من میگم لیکی تو زیق نشو و با گپای ما اهمیت ده مایلش دوست مراد از روسیه آمد تنها نآمد با زن دویمش آمد چی؟ زنی دویم؟ بله با زن دویم نه اکا من باور نمیکنم چی شما میخواید من از وی جدا شوم؟ چی خیلی فکر نکن چی گپ؟ رجب تو آدمی خوب نیستی رجب تو چی میخوای که من از زنم جدا شوم؟ زولایخو به گپ‌های این باور نکن دینه به من گفت که من شما را جدا میکنم زولایخو این میخواهد که من و تو جدا شویم من و تو زندگی شیرین نداشته باشیم من و تو از همدیگر جدا باشیم رجب این کارو نکن ما همدیگر را دوست می‌داریم اکایی که در خواهر خودش خوشبختی نمیخواهد من نو میبینم برآمده رو از خانه من زولایخو تو چیو گفته ایستاده ای؟ من گپی راست رو با تو گفتم تو این طرف فکر نکن برو از خانه رو من نمیخواهم با شما گپ زدن خیلی مایلش این خیل اگر تو فکر کنی من میروم لیکن سخنهای مرا گپهای مرا از یادت نبرار لباسم رو جمع کنم زولایخو عشقی که در بین ما و تو است هیچ کس هیچگاه از بین من و تو گرفته نمیتواند من تو را دوست میدارم این را بدون سوز مریم بیا لباسات رو جمع کنیم برای چی؟ ما از این خونه میرویم باز خانه همان علیش می شود باز مکتب هم علیش می شود شما در وعده تا نایستادید من به همان مکتبی میخوندگیت بردن میگیرم لیکن در اینجا ایستاده نمیتوانیم شبهای عمم اومد برای همین میرویم نه برای اون که عمت مرا باور نکرده مرا از خانه پیش کرد عمم آدم خوب نیست
نه وای خوب است لیکن زندگی او رو به این کار آورد. سونکا آخر سونکامون رو نیفتم خیش گم نه چی فرق داره همین لباسامو دانش در جا گیرد تمام رفتیم. آرامیجای زنک چوکا چیکار کردی؟ اومدی؟ کار اساسی را حل کردم زنک. چیکار؟ رجب گفتن یک خسر بچه داشتم همون رای خونه پیش کردی حتی خواهرش گنده گپاش گریخت رای خونه پیش کردیم دیگه ایستش آسان. ها بهترین کو؟ محمد رجب انا همون کلبه ویرانه من وقتم کلبت خیلی زیبا است. هیچ گم نخیر که همی خبر این هم با دستگیری شما اگر که شما نمیشیدین هیچ وقت سمندر انمی خونه را به ما بر نمیگردم. زنده باشی علی جان زنده باشی. رجب محمد بشین بیا بشین اینجا. رجب در همین خونه میتونی که زندگی کنی. ترا در این خونه یگون کس نمیگه که ایجا بخی در اوجا بشی با مثل خونه خودت زندگی کن. رحمت علی جان رحمت کلام با یک چیز دیگه پرسم با تو. چی؟ ایزو نکش پرسیدن گیر اینجا یگون جای ایزو کشی نیست. مکتب در اینجا نزدیک باشد مکتب؟ برای مریم. هست تو میدونی که در این دور زمانه مکتب ها ورزشگاه ها زیاد شدگی هست. مکتب یک قدم را تاگی دوم. رحمت با تو علی جان. من با چی خیلی در مریم میگویم که مکتبت رو بالیش میکنی باور کن بزرگ شده. هیچ گم نه این رو من میگویم میشود. رحمت علی جان هیچ گم نه زنده باشی. با مریم یک سورپریز میکنی میگه مکتب تا علیش میکنی. هیچ گم نه مهم که تو زیخ نشو. رحمت اینا دیدی زندگی مشکلی زندگی را دیدی ای پسی سر چخی گذراندیم همش پسی سر شد. اینا با همون کلبه ویرانه که یک جای هستیم. زنک راستی گپ در این دیگه چند روزه که گشته ایستادم نه کار نه بار نه زندگی ما راستی گپ در تمام دنیا گشتیم چقدر دولت‌های کلان چقدر شهرهای کلان در این دیگه خیال میکنم که چی بگویم نه کار نه بار بیا با فکر من هم فکر شو و همین خونه دیگه را با فروش مونیم و رفته از شهر خونه بخریم یک آدم برای زندگی کنیم. چی گفتی زنک؟ مردک چی خونه را میفروشی؟ کودکا در این حوالی عادت کردگی از شهر خونه میابیم نمیابیم. چی خیلی از شهر خونه نمیابیم؟ مرا یار رفیقایم بسیار همین یک زنگی تلفنی میکنم بیشالا که کارو حل میکنن همین پول باشد میگن که پول باشد جنگلگه شوربا خونه نمیابیم. خیلی نمیدونم خودت میدونی. پول کی باشد البته در شهر میخریم. این کودکا آموخته میشوند یگان بایش نه کودکا در مبین یک روز آموخته میشوند. اونجا مکتبای کلان است کودکا رو در مکتبای کلان میدیم کارو بار دیگه میشود زندگی دیگر میشود. زنم
من خودی همین روز از خفای همین کار میشوم. این خانه را به فروش میگذاریم. تمام. زنک آمده؟ کارو پنج کارو پنج. ها چقدر خرسندی؟ برای چی خرسندم؟ خانه را فروختم زنک. خانه را فروختم. یه فکری زور دارم. خیر. میگم زنک قطعی کودکا ایجاده بیارم بمانم و خونه نو بخریم. بهترین. چی گفتی؟ زور کو. هم تری میکنیم یه خونه نو بخریم. انا برای همه خمه خاک دم بگیریم استراحت میکنم. خیلی همه لباسات جمع که میریم اک تمام. من چرا خب خیلی برادر خانه را دیدی؟ خانه تو معقولتان شد؟ بهترین ها مخلوق شد؟ بهترین مخلوق شد. مرامت کرده امضا منه. ها امضا؟ بله. اینجا ها؟ امضا جو امضا؟ بله امضا امضا منه. تو خونه دانون من نکنی ما در خونه زندگی نمیکنم. فرقش چه بین ما و تو؟ چی در نوع ما باشه چی در نوع میتونی یکم فرقیت نداره؟ نه فقط دانوی من. در اینجا نمو فامیلیت نیست در اینجا امضا. اینجا در امضا منه شما آقا. خیلی زنه خونوی نو چه خیلی خونوی نو؟ خونوی نو محقول شد. معقول شده خیلی؟ سن میگلم نیست تا معقول شده باشه. من در ایهم از زورم بانیش معقول شد. بانیش زوری زور. خیلی زنه. ریمون کردی یک کنش زنه ریمون کردی. زیغ نشد زنه. وای جاده کارو باری دیگه. هم کارو برای من روز من میرم اول بد میکنم. همه کارا که بچید باید هم کامبختی دوبایش که پیش هم میخوام. آنی. هم کارا بچه هستم میکنم. از من اقفای کارم شم. هر دو کار همین روز بود شود تمام. خواهندی بزرگ بازم پیش کار منو شده کنه. الله اکبر. من رفتم ولی بسم بشون برم. یا بسم الله. چند خبری که باشد باشه. زنک دارم اینجایی. زنک. خیلی من ماشین آوردم. کوچه بارها رو جمع کنید، لباسای کودک‌ها رو جمع کنید. همه چی را جابجا میکنیم و بار میکنیم میرویم. بچه‌ها در بیرون همه کوچه بار رو جمع کرده ایستادن. خیلی اول کمیری؟ آماده باشید. کوچه بار لباسا یکم چیز نمونه در خونه. همه چی را جابجا کنید، جمع کنید، میرویم. رفتیم. ما از این خونه میرویم. بچم یک جای زور میریم. در کدام مکتب میخونیم؟ زیق شدی دختر جان. دوجا با این مکتب تان مکتبای زور هست. چی خیل میخونیم؟ آلی دادت همش هم میفهمانه. مردک من در نزد همان دام هستم. یکم پتیز بود یا اینکه دویم؟ من همراه امیر جان.
دخترم مانده خونه همسایه. بسیار گریه کرد که من شهر رفتن نمیخوام. پس از یک هفته رفته میاریم. خب خیلی بیا. الو مردک این چیزای خودمون کنی اینجا دیگر قالین دیگر چیز چوره دیگر اشیاء خونه ها فهمون پگاه خب بله علاقه من در خونه خب خیلی مردک شما در کجا؟ چند روز باز نمیایین در خونه هم یگان چی نیست پولام بود چید پگه میایین نه؟ خب مایل خب خیلی برای چی نمیبر داشته باشد؟ یگان چیز خوردنی من گشنه موندم نه بچه جون از دادت بیایم؟ دادت گفت میام بیایی یگان چی گرفته؟ یک هفته شد دادم نیست در خونه بچه جون زیخ نشه دادت کار داره کارش را بود کنه حتما میایه بیا بریم یگان کتاب بخونیم سلام علیک علیک سلام دوست مراد کجا است؟ دوست مراد؟ بله شوهرم ای خفای کار بارش شوهرم میگوین شما؟ بله چه خیلی شوهرم؟ او میبخشید اون چند زن دارد؟ چه خیلی چند زن دارد؟ من زنش گفت؟ در دروغگویی خونه داشته است وای در اینجا با دیگر زنش اجاره میشید اکم راست میگفته است اکنون کوارتیر پولی مرا کی میدهد؟ چه خیلی اجاره پولی؟ ما این خانه رو خریدیم این افسانه را با فکرم شوهر جان شما در نقل کرد این خانه من است تو بگورد یک ماه پولی خانه ما را داده خانه را خالی کن آخر من پول ندارم پول نداری تلفن داری کو تلفن را ده تمام
خیرش لیکن با من 3 روز دیگر وقت ده. آخر من جای رفتن ندارم. اخیراً یگان جا یابم. با من چی فرق داره تو کجا میری؟ بچه و چه من نباشی. تو بگو من در اینجا تو رو نبینم. نشو چجان باپش تقایی هم رویم. آخر من چه خیر روی کم رو نگاه میکنم بعد اینقدر کار بود. تقایت سخت از من خفه است. من باید تقایت رو یابم بخش بپسم. کماندر جان بعد چی شد؟ بعد خیلی که گفتم همیشه مرا غم میدید. سلام علیکم. علیکم سلام. چیکار؟ اینا میای اینا اومد. کیایی؟ مرا اینه میغمتیه. ها؟ آه شما؟ چی گفتی زنک؟ تو را جیم پینیور شده. چی گفتی تو؟ خیلی چی گفتستم؟ کیایی؟ این میای که مرا غمتی ما برایش تا خسروغای خونه من علیش کدام با مرا یافته اومده. او تو با زنک کلات کار میکنه چی گفتی تو؟ خیلی زنک دشای خوابت میبینی. کماندیر ای اویله ای مای. این زندگی مای کماندیر. این چی گفتی من نمیدونم. یگان قواز داری وجود داری که همین زنی تو باشه. قواز یختی نیکو؟ آه. کماندیر نه مو اگه گفتی روسا زکس نکدیمو نکیم نیکوی مسلمانی داریم. الحمدلله نیکوی مسلمانی کردگیم. ای خونه دانم که. خونه در نومی اویلم؟ این دروغگویات نمیشوه. با خوبی میگم از اینجا رو. خوب کماندیر. خوب کماندیر من اینجا میرم. بابا همون وقت شده میگفتن که درختی مکریزن 100 ریشه دارد فلک از دست زن اندیشه دارد. رو
سلام علیکم. شما اونجا کار میکنید؟ بله. من خواهر رجب را میکوبم. خواهر رجب؟ بله. راستی گپ امروز رجب به کار نیامده است. به کار نیامده است؟ نه. حاضر یک لحظه من زنگ زنم. دستنوراس است میگوید. این بچه به کجا غیب زده باشد؟ تلفنش خاموش است. حاضر به علی جان زنگ زنم. شاید علی جان داند که رجب در کجاست. الو. زود به پایان فرا. زودتر. شما شناس شاه. سلام علیکم. این کس خواهر رجب. سلام علیکم. چی؟ سوس؟ ای مالادس. چی خدمت؟ یک نیم ساعت میشود که رجب رو میکوبه. رجب هم میدون در کجا؟ اگر که جوی رجب رو دونی خواهرش رو گرفته نازش با. تمام. رجب در خونه ما. در خونه تو؟ این ترکیب باشد. خواهرش رو نازش با. ما. خب احسان جون بالا در یاد کاری ما موندگی بود. زنگ زدیم ما پایان فرمودم. وای کارو ما میگفتم میکردم ما میبردم میومدم. مالش خب من اول رفته کاری تو رو بود میکنم بعد از پس کاری تو میشم. خب احتیاط کنید. خب جان اومدی؟ احسان ساعته خوب کارا خوب هات بهترین. چیکار کردی؟ چای کار اومدم. تلویزیون نمونی تماشا کنی آخه زیغ میشینی اینجا. باور کن در فکر فرو رفتم یگان چی نمیخورد. رجب دیگه این فکرونو از سرت پارتو اومودا بارتم کو. رمضان جان. رجب باز یک چی میگم تو باید ما خفه نشوی. چی شد؟ پیش تو آدم اومدگی. آدم؟ کی باشه؟ اگه او شاخدت میبینی مالش بالا من زولایخو تو چی کار میکنی در اینجا؟ اکا من میفهمم که شما نمیخواید مرا دیدن لیکن من به نزد شما برای بخشش پرسیدن آمدم. از شما بخشش پرسم. من برای چی به شما باور نکردم تا حال حیرانم. اکا منو میبخشی؟ خواهرکم نخود اکا در خواهر خود خفگی کند. من اصلا از تو خفه نبودم. گپ زن چی شد؟
شوهرم خانه رو فروخت با دویم زنش به کجای رفت نامعلوم. ما به خانه و به در موندیم. چه خیلی وای مرا فریب کرد من نفهمیدم. با کاری دوستمراد من باور نداشتم. تو ذهن شب خواهرکم همش ساز می شود. رجب خواهرت هم میتونه در همینجا زندگی کنه. تو میدونی که این خونه چهارخونگاه ایسر هر دیخیم و زیوتی های. ذهن نشم. علی جان رحمت برای خوبی ها. هیچ گپ نه. خواهرکم در اینجا زندگی میکنیم تو کرومونات شدن مایلش. امیر جان چه؟ سوز همه خوب؟ سوز؟ این اینجا در زندگی میکنیم فهمیدی؟ چه خونه با تو معقول شی؟